در خرداد ماه 1404 پرونده جنایی در ایران به صدر اخبار رسید. قتل دلخراش دختری 24 ساله به نام الهه حسین نژاد. او در مسیر برگشت به خانه سوار یک خودروی عبوری شد و دیگه هرگز مقصد نرسید. این جنایت نه تنها خانواده او را در سوگ فرو برد، بلکه جامعه ای را در بهت و اندوه فرو برد. شنونده های عزیز، به کانال خودتون ردپای حقیقت، جایی که واقعیت از تخیل ترسناک تره، خوش آمدید. بریم سراغ یک داستان واقعی دیگه. توی این ویدیو از کانال ردپای حقیقت روایتی واقعی تلخ و تکان دهنده از قتل الهه حسین نژاد، دختر 24 ساله‌ای که قربانی اعتماد به یک راننده ناشناس شد رو خواهید شنید. چه کسی او رو به بیابان برد؟ انگیزه قاتل چی بود؟ نقش خانواده قاتل چی بود؟ و پلیس چگونه معما رو حل کرد؟ با ما همراه باشید تا قدم به قدم از روز ناپدید شدن الهه تا لحظه کشف جسد، اعترافات شوکه کننده قتل و واکنش‌های اجتماعی پس از این جنایت رو بررسی کنیم. یک داستان واقعی که فراموش نمیشه. الهه حسین نژاد متولد 1380، 24 ساله. محل سکونت اسلام شهر تهران. تحصیلات لیسانس حسابداری. شغل مشغول به کار در سالن خدمات ناخن در سعادت‌آباد. الهه فرزند بزرگ خانواده و مسئولیت نگهداری از برادر معلولش رو به عهده داشت. در روز 4 خرداد 1404 الهه بعد از پایان کارش در سعادت‌آباد تصمیم گرفت زودتر به خونه برگرده تا از برادر معلولش مراقبت کنه. او در میدان آزادی سوار یک خودروی سمند نقره‌ای شد که رانندش بهمن فرزانه بود. الهه از راننده خواست او رو تا درب منزلش برسونه، اما این سفر هرگز مقصد نرسید. بعد از ناپدید شدن الهه، خانواده‌اش به مدت 10 روز در جستجوی او بودند. اونها با مراجعه به مراکز پلیس، بیمارستان‌ها و انتشار فراخوان در فضای مجازی سعی در یافتن خبری از دخترشون داشتند. این روزها برای خانواده الهه به کابوسی تبدیل شده بود. جسد او 10 روز بعد در 14 خرداد 1404 پس از بازداشت قاتل کشف شد. پلیس با دستگیری بهمن فرزانه، قاتل الهه، موفق به کشف جسد او در بیابان‌های اطراف فرودگاه امام خمینی شد. الهه به دام بهمن فرزانه افتاد و برای سرقت موبایلش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. بهمن فرزانه مردی 31 ساله، اهل مشگین شهر اردبیله که در تهران به صورت غیر رسمی مسافرکشی می‌کرد. او نه خانه‌ای در تهران داشت نه محل اقامت ثابتی. بیشتر شب‌ها رو توی ماشینش می‌گذروند یا گاهی توی قهوه‌خونه‌ها می‌خوابید. ماشین مورد استفادهش هم متعلق به برادرش بوده. بهمن فرزانه در اعترافات خود بیان کرد که پس از دیدن گوشی آیفون الهه تصمیم به سرقت گرفت. او با وارد کردن 2 ضربه چاقو به قفسه سینه الهه اون رو به قتل رسوند و جسدش رو در بیابان‌ها رها کرد. همسر سابق بهمن نیز از رفتارهای خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز او در گذشته خبر داده بود. همسر این قاتل به واسطه شدت ضرب و شتم توسط او خونه رو ترک کرده و به خرم‌آباد نزد خانواده‌اش رفته.
و از او طلاق گرفته بود و حالا در مصاحبه‌ای با اشاره به سوابق مشابه رفتاریش در زندگی شخصی اعدام رو تنها راه چاره خوند. نکته تکان دهنده این که بهمن فرزانه در اسنپ کار می‌کرده، اما این سفر خارج از اسنپ انجام شده. با این حال با توجه به سوابق مجرمیت این شخص مشخص نیست چگونه شخص با سوء سابقه راننده اسنپ شده و آیا مجرمین دیگری نیز راننده اسنپ هستند؟ همچنین اسنپ باید توضیح بده چگونه شخصی با خودروی پلاک اردبیل در تهران مجوز فعالیت در اسنپ گرفته. این شیوه جذب راننده که منجبر به پدیده راننده های ماشین خواب در تهران شده، بسترسازی چنین فاجعه هایی است. قتل الهه حسین نژاد واکنش گسترده‌ای در جامعه به دنبال داشت. از جمله اسنپ در بیانیه‌ای اعلام کرد که بهمن فرزانه در زمان وقوع قتل راننده فعال این پلتفرم نبوده. این حادثه بحث‌هایی رو درباره امنیت سفرهای اینترنتی و نظارت بر رانندگان رو به وجود آورد. در پرونده قتل الهه حسین نژاد یادآور اهمیت امنیت در سفرهای شهری و نظارت بر فعالیت‌های افراد سابقه‌دار هست. این حادثه نشان داد که چگونه یک تصمیم ساده به فاجعه‌ای بزرگ منجر بشه. امید است که با افزایش آگاهی و نظارت از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری بشه. الهه حسین نژاد فقط میخواست از محل کارش به خونه برگرده. سفری ساده با اسنپ، اما هرگز نرسید. بهمن فرزانه مردی با گذشته تاریک با خشونت و بیرحمی مسیر زندگی الهه و خانواده‌اش را برای همیشه تغییر داد. این پرونده نه فقط یک قتل، بلکه زنگ هشداری بود برای همه ما درباره اعتماد، امنیت و خلاهای نظارتی که میتونن عواقبی وحشتناک داشته باشن. و اما سوالی که بی پاسخ مونده، آیا الهه تنها قربانی سکوت و سهلنگاری بود یا هنوز هم بهمنهای دیگری در کمین نشستن در دل شب پشت فرمونها؟ برای دیدن مستندهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی. تا یک داستان واقعی دیگه، بدرود.